shame on you man, shame on you. For what? I'm telling you in future. جام جهانی ما در پیش داریم. وقت سال پیش بهترین بازیکن جهانی تیم ما بودن. آیزاک، ویرتس، ملی آلمان داره روش حساب میکنه. اندو داره روش ژاپن حساب میکنه. پندک داره حساب میکنه. رابرتسون اسکالن داره حساب میکنه. آلیستون بکر دارن روش حساب میکنن. اون ادرسون پدر سوخته داره میره اون داره روش حساب میکنن. راست فیلیپو گلن داره روش حساب میکنه. گاکپو اون جلو هلند اون دفاع پدر سوخته که فقط بلد تنه بزنن نمیدونش کن. گاکپو دارن حساب میکنن. آخه بی دور دارن رو گاکپو حساب میکنن. بعد گاکپو تیم کجاست نمیدونم. حالا وایسا آیدا گفتم راست صلاح داره روش مس حساب میکنه. مکالیستر که اصلا میگن داداشی مسیه. دوباسله کل مجارستان رو سرش میچرخید. گراونبرگ میگن رایان گولیت بهش. ما چیکار کردیم؟ ببین رفتیم مربی آوردیم ایراولا. خب ایراولا با کمترین پول تازه بازیکنش هم داد. کرکز رو داد، هویسن رو داد، شد ششم. ما این همه خرج شدیم چه این پنجم. معلومه که داریم بیاریمش. برای چی نیاریم؟ کی داره میکنه نیاریم؟ کی داره میکنه؟ ها کیه؟ نمیدونم. آنتونی ایراولا از جو گومز نمیخواد بازیکن بسازی. بابا اینو شوتش کن بیرون. نونیز رو نمیخواد بیاری تو این تیم. یعنی چی نونیز لینک شده به این تیم؟ حالا میگی نه ایراولا خوبه. من قبول دارم. ایراولا میزنه توق بنگ. این تنبک رو نگاه کن. قشنگ این تنبک نزد بازی لیورپول قرار در آینده باشه. حالا نکته مهمش اینجاست. ببین اون دیگو سیمونوها پدر سوخته تو اتلتیکو داره پادشاهی میکنه. سالی 30 میلیون یورو داره حقوق میگیره. اتلتیکو رو تازه با لیگ و تازه سینر هنوز نگرفته، دوم شده. با یه لیگ و اینو درش آورده داره 30 میلیون یورو میذاره در تو تیم تازه. پدر سوخته. آنتونی ایراولا از گومز و نونیز بازیکن نمیسازی یا جام جهانی در پیشه. این گاکپو اگه دوباره درخشی نمیکنش تو پاچه تیما، میفروشیش بده بره. اولیسه رو تو نظرتون داشته باشید. برین اولیسه رو بیارید تو تیم. اولیسه به درد میخوره. این رئال مادرید پدرسو دنبالشه. رئال مادرید 2 فصل آرزو داره ما رو ببره. مکالیستر میگه ای بهشون پرت کن اینا رو بیرون. پرت کن لوردا رو بیرون. این کیزا پدرسو واسه چی تو این تیمه؟ کار نداره بازیکن خوبیه. پرت بیرون. حقوق داره میدیم بهش. حقوق. بلیت بازی‌ها رو گرون کردید. دیدی چوری اب خجالت در اومد. الان هم داریم بهتون میگیم بردار مثل آدم کار کن. ما اون 9 سال با کلوب رو اوج زندگی نکردیم که اینا رو بکشیم ها. من اینکه تحلیل نمیشینم برات بکنم با قلم کاغذ. اون برای کانال دیگه است. اون برای کانال دیگه که بعدا قرار بزنم خودم. اینجا دارم با روک تو صورت سوال میکنم. من شارشم تو قبر سلا که 2 سال آخر اونطوری بازی کرد. شارشم تو قبرت پدر سوخته. 2 سال آخر ریدی رو تیم. کار ندارم پریمیر لیگ بودی. بقیه ضعیف بودن. ما که خودمون میدونیم که چی شد که. کیه؟ نمیدونم. ما که خودمون میدونیم چی شد که. عروس قشنگم بازی در آوردی. نمیشه اینطوری. برد اولیسه رو بیار. این مکالیستر رو به خودش بیاد. هوس رئال مادرید کرده. این رئال مادرید داشتم اینو میگفتم. رئال مادرید 2 فصل آرزو شما رو ببره. 2 فصل داریم. این مکالیستر هوس رئال مادرید سرش نزنه ها. ترند و کناته دیدی که چیکار کردن با ما. نونیز هم پرتش کن بیرون. نونیز کی میخواد دوباره بیاری؟ من گفتم گلاواتش رو میخوره. برای چی لینک شد؟ اصلا به چه دور دیگه دادن جان لینک بشه. ببین فقط من این سیرتون بگم. حرف آخر این نونیز پدر سوخته دوباره لینک شده به تیم ما. گفت خوردی برید این نونیز بخرید. اینو بدارم به تو جدی میگم. نونیز بخری خاک بر سرت. پدر سوخته. I mean, it's all right.